الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال شده است که در آیت قرآن آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام گفتند، یعنی وقتی ستاره را دیدند گفتند این رب من است، این اله من است. و وقتی که ستاره نابود شد و ماهتاب به نهایت روشن شد و نمودار شد، ماهتاب را دیدند و گفتند ستاره ای که نابود می شود رب من نیست، ماهتاب رب من است. وقتی که آفتاب بیرون شد، یعنی ماهتاب شب نابود شد و روز شد، وقتی که در روز آفتاب را دیدند گفتند این رب من است. یعنی ستاره، ماهتاب و آفتاب را ربی گفتند. ربی یعنی اله من، رب من، تربیت کننده من، خالق من. سوال اینجاست که فهم همین آیت از نظر اهل سنت و الجماعت چگونه است؟ آیا حضرت ابراهیم علیه السلام این سخن را در حالت خردسالی گفتند؟ یا آیا حضرت ابراهیم علیه السلام این سخن را همچون قبول گفتند، یا که یعنی همچون اعوذ بالله یعنی قبول کردن شرک گفتند؟ آیا حضرت ابراهیم علیه السلام این سخن را همچون حجت در مناظره بر ضد قومشان استفاده بردند؟ بارک الله فیکم. بعضی از انسان ها خطا میفهمند و بعضی از عقیده های صوفیگی هم وجود دارد که این آیت را غلط میفهمانند و گمان میکنند که گویا حضرت ابراهیم علیه السلام پیش از پیامبریشان مشرک بودند. اعوذ بالله من ذلک. حضرت ابراهیم هیچگاه مشرک نبودند، خیلی که الله سبحانه و تعالی خودش بیان میکند. الله خودش بیان میکند و میگوید که ابراهیم میگند انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یعنی شرک را از حضرت ابراهیم نفی کرد. و در دیگر آیات آمده است که و ما کان من المشرکین. حضرت ابراهیم هیچگاه از جمله مشرکان نبود. از روز تولد تا روز مرگشان یگان بار از جمله مشرکین نبودند. حضرت ابراهیم از جمله مشرکین نبودند. پس وقتی که حضرت ابراهیم از جمله مشرکین نباشند، موحدین باشند، خیلی که آیت به این دلالت کرد، پس این آیت ها را چگونه میفهمیم؟ اولا این آیت ها در سوره انعام آیت 75 و 79 هست. 75 76 77 78 79 آیت آمده است که وكذلك نري ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا که از جمله موقنین باشد. موقنین یعنی اون کسانی که یقینش 100% هست. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا. پس هر آن زمانی که شب همه جا را تاریک کرد و شب وارد شد، ابراهیم ستاره را دیدند و گفت هذا ربی، این ربی من است. وقتی که ستاره نابود شد گفت من نابود شونده را دوست ندارم، یعنی این رب نیست، مستحق رب شدن هم نیست. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. زمانی که ماهتاب را روشن و یک نورانی دیدند گفتند که این ربی من است. و زمانی که ماهتاب نابود شد یعنی شب رفت، گفتند که اگر الله مرا هدایت نکند من از جمله قوم ضالین هستم، گمراهین هستم. پس زمانی که آفتاب را کشاد و با نورهایش دیدند گفتند که این رب من است، زیرا که این بزرگتر است، یعنی از ستاره و از ماهتاب بزرگتر است. فلما افلت. زمانی که ماهتاب هم نابود شد، یعنی شمس آفتاب را هم که دیدند که نابود شد، یعنی روز به شب تبدیل شد، آفتاب هم نابود شد، گفتند که قال یا قومی، ای قوم من،
البته من بیزار هستم، بری هستم از آن چیزی که شما شرک قرار میدید و من وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی بسوی آن ذات می روم که زمین های و آسمان ها را پیدا کرده است و من از جمله مشرکین نیستم. بارک الله فیکم. این معنای آیت بود. پس وقتی که نظر میکنیم حضرت تفسیر ابن کثیر رحمه الله را، ابن کثیر رحمه الله میگویند بارک الله فیکم که این سخنی که ابراهیم علیه السلام گفتند در این موضوع حق این است که این سخن را ابراهیم همچون در مقامی، یعنی در حالت مناظره به قومشان گفتند. کان فی هذا المقام مناظرا لقومه، در همین مقامی که همین سخن را گفتند، در همین حالتی که این سخن را گفتند که مهتاب ستاره، مهتاب آفتاب گویا که این رب من است، این را در مقام و در حالت مناظره به قومشان گفتند. در حالت های مناظره معروف است که انسان هر مثال ها را می آورد تا که انسانی که شما با آن مناظره میکنید بفهمد. مبینا لهم بطلان ما كانوا علیه من عبادت الهیاکل والاصنام، برای آشکار کردن باطل بودن آن چیزهایی که این قوم ابراهیم علیه السلام مشرکین عبادت میکردند، از جمله هیکل ها و صنم ها و بت ها. پس در مقام اول به پدرش بیان کرد خطا بودن پرستیدن بت ها و هیکل ها، آن بت هایی که البته قوم حضرت ابراهیم بت ها را تراشیده و به صورت ملائکه آسمانی می پرستیدند، بعضیش را به صورت آفتاب مهتاب همچنین می پرستیدند و می خواستند که همین بت ها و هیکل ها در نزد الله اینها را شفاعت بدهد. و ابراهیم اثبات کردند که این چیزهایی که شما می پرستید این بینها چیزهای حقیر است، یک چیزهای ناچیز است، چرا که ستاره، مهتاب، آفتاب از این هیکل و از این بوتی که شما می پرستید هزارها بار بزرگتر است، هزارها بار نورانی تر است، روشنایی تر است، اما همون هم پرستیده نمی شود، همون هم شایسته پرستش نیست. چی رسد میگد به هیکل شما که هیچ ضرری رسانده نمیتواند، هیچ فایده رسانده نمیتواند، نه حتی به خودش چی کرده نمیتواند، منفعت بخشیده نمیتواند. بارک الله فیکم. پس اینچنین در همین مقام ابراهیم علیه السلام به قومشان بیان نمودند و آشکار کردند گمراهی قوم را، آشکار کردند که ای قوم شما در گمراهی هستید، در راه خطا هستید، در ضلالت هستید، زیرا که شما این هیکل هایی که می پرستید، این بت هایی که می پرستید یا که از این ستاره و مهتاب و آفتابی که می پرستید، همه این چیزها شایسته پرستش نیست، همه این چیزها نابود شونده است. بارک الله فیکم. پس گویا حضرت ابراهیم علیه السلام بیان نمودند که این ستاره و آفتاب و مهتاب مستحق عبادت نیست، صالح عبادت نیست. بارک الله فیکم. و بعد از این که به قومشان اثبات کردند که ستاره و آفتاب و مهتاب و آفتاب لایق عبادت نیست، مستحق عبادت نیست، بعد از این گفتند، بعد از این که دلیل قطعی را به گردن مردمشان اثبات کردند، بعد از این گفتند یا قومی اینی بریء مما تشرکون، ای قوم من بیزار هستم از آن چیزی که شما شرک قرار میدید. یعنی من بیزار هستم از عبادت های شما، از آن چیزهایی که شما اونها را عبادت میکنید. پس من یگانه خالق تمام چیزها، پیدا کننده تمام چیزها، نگهدارنده تمام چیزها، تدبیر کننده تمام چیزهایی که الله هست، یگانه او را میپرستم. آنی که در دستش ملکوت تمام چیزها هست و خلق کننده همه چیزها
و رب و ملیک و اله، رب تمام چیزها، پادشاه تمام چیزها و معبود تمام چیزها. پس ببینید این تفسیر ابن کثیر رحمه الله مجله سوم صفحه 292 بود که ابن کثیر رحمه الله، البته تفسیر اهل سنت و جماعت است، تفسیر قرآن عظیم تفسیر اهل سنت و جماعت است. ابن کثیر این شاگرد ابن تیمیه رحمه الله علمای بزرگ اهل سنت و جماعت هستند. بارک الله فیکم. پس این بود قول ابن کثیر رحمه الله. و وقتی که نظر به قول دیگر از علما میکنیم، این چنین دیگر از علما میگند که ابراهیم علیه السلام به خاطر مناظره و به خاطر حجت را به قومش قائم کردن این سخن را گفت، نه به خاطر اینکه یعنی همچون پرستنده ستاره یا که ماهتاب و آفتاب همچون مشرک این سخن را نگفت البته، بلکه به خاطر مناظره. و بعضی از علما میگند چلی که شنقیطی رحمه الله، محمد امین شنقیطی رحمه الله در کتاب اضواء البیان صفحه 486 در مجله اول بیان کردن، میگند این از باب چی بود؟ استفهام انکاری بود. اولا ببینید محمد امین شنقیطی رحمه الله بنا سخنی خوبی میکنند و میگویند این آیت میگند دو احتمال دارد. احتمال اول اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام گویا اول ستاره رو پرستید، بعد از این ماهتاب رو، بعد از این آفتاب رو پرستید و یعنی مشرک شد، اعوذ بالله من ذلک. و احتمال دوم اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام این سخن رو از باب مناظره و از باب استفهام انکاری یعنی سؤال انکاری استفاده برد. بارک الله فیکم. پس استفهام انکاری در نزد طلاب علم معروف است، یعنی سؤالی که از باب انکار آمده است. میگویند محتمل اول، احتمال اولی که ما از این وقت کردیم که گویا که ابراهیم علیه السلام اینها را ستاره و ماهتاب و آفتاب را همچون معبود قبول کرده است، این میگن این احتمال باطل است. این احتمال باطل است. دلیل از کجا؟ الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن میگوید که و ما کان من المشرکین ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا و ما کان من المشرکین. ابراهیم از جمله مشرکین نبود. معنای این آیت عموم هست و مطلق هست، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام از روز تولد خوردیشون تا وفاتشون تا مرگشون یگان مراتبه شرک را انجام نداده اند و از جمله مشرکین نشده اند و این سخن خودی الله هست. این دلالت میکند که احتمال اول که بعضی انسان ها از این آیت میکنند که ابراهیم علیه السلام گویا که همچون معبود ستاره و ماهتاب و آفتاب را گرفته است، این باطل شد از خود سخن الله که الله سبحانه و تعالی گفت ابراهیم یگان باره غیر الله را نپرستید و مشرک نشد. پس باقی میماند احتمال دوم. احتمال دوم چی بود؟ این بود که حضرت ابراهیم علیه السلام این سخن را از باب مناظره یک و در حالت مناظره از باب استفهام انکاری، سؤال انکاری استفاده برد که البته این سخن حق است و سخن درست و راجح همین است. چخیلی که ترتیب آیات ها به همین دلالت میکند. وقتی که آیات ها رو نظر میکنید، اولین آیت فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، زمانی که شب همه جا را پوشانید و تاریک کرد، ستاره را دیدند و گفتند این ربی من است الی آخره تا آخر آیت. وقتی که نظر میکنیم بعد از این بالفاء آیات های باقی مانده به ترتیب بفا آمد، بفا فلما و بعد از این که آیت اخیر آمد یعنی بعد از این حرف واو آمد و كذلك نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. یعنی میگند این آیات ها دلالت میکند که ابراهیم علیه السلام در حالتی که این سخن را گفت ایمانش 100% بود، موقن بود، زیرا که الله گفت ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا که از جمله موقنین باشد. یعنی ابراهیم در حالتی که ستاره را دید، آفتاب را، ماهتاب را دید علیه السلام،
از جمله موقنین بود، مؤمنین بود و این سخن را از باب مناظره و از باب حجت آوردن به قومشان ذکر کردند. چه خیلی که به این دلالت میکند آخری همین آیت که وحاجه قومه و تلک، یا که آیت دیگر که و تلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومی و انمین حجت ماست. الله میگه یعنی این ستاره و ماهتاب و آفتاب حجت ما هست که ما این حجت را به ابراهیم دادیم تا که به قومش به همین حجت مناظره بکند. بارک الله فیکم. و از همین سخن بیان میگردد که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که به قومشان مناظره میکردند ستاره، ماهتاب، آفتاب را همچون حجت ذکر کردند، همچون حجت ذکر کردند. بارک الله فیکم. حجت آوردند و بیان کردند که بارک الله فیکم انمین ستاره، ماهتاب، آفتاب از این هیکل و بت‌های شما هزارها بار بزرگتر و روشنایتر است اما هیچ فایده نمیدهد. و این چنین وقتی که نظر به تفسیر سعدی میکنیم یا که نظر به تفسیر قرطبی میکنیم و به دیگر تفسیرهای اهل سنت و جماعت میکنیم میبینیم که میگویند این سخن را ابراهیم علیه السلام از باب استفهام انکاری بود. یعنی استفهام انکاری چیست؟ گویا که فلما رأى الكوكب اهذا ربی، اهذا ربی یعنی سؤال است آیا همین ربی من است؟ آیا همین معبود من است؟ آیا همین اله من است؟ البته نیست. البته این سخن استفهام انکاری را طلاب علم با خوبتر میفهمند. میگن که در اینجا همزه وجود دارد، در تقدیرش یک الف هم وجود دارد. اهذا ربی تقدیرا وجود دارد میگن و این استفهام انکاری است. یعنی ابراهیم علیه السلام سوال دادند و سوالشون معنیش انکار است. به مانند اینکه شما یک چیزی را خریداری کردنی میشوید، به شما صفاتهای خوبش را میگویند، وقتی که میروید که این چیز یک چیزی که شما قصد کرده بودید این چیز نیست، یک چیزی پست است، نابود است، شما این چیز را نظر ناگرانه میگید همین است آیا همین است؟ یعنی این سوالتون به دیگر انسان ها بیان میکرد که به شما این چیز معقول نیست، شما این چیز را رد کرده اید. این چنین ابراهیم علیه السلام گویا که وقتی که سوال دادند اهذا ربی یعنی همین ستاره ربی من است؟ آیا همین ستاره ربی من است؟ البته نیست. آیا آفتاب و ماهتاب ربی من است؟ البته نیست. گویان انکار کردند. بارک الله فیکم. پس قول راجح همین است که حضرت ابراهیم علیه السلام یگان بار مشرک نبودند، چه که الله سبحانه و تعالی گفت مکن من المشرکین، و حضرت ابراهیم علیه السلام این سخن را در حالت مناظره به قومشان همچون حجت ذکر کردند و این به استفهام انکاری استفاده شد.